بن فرانسیس تونست از پیتزا دلیوری تبدیل به جوانترین میلیاردر انگلیس بشه. آرزوی بن این بود که یه فوتبالیست حرفه‌ای بشه، اما بعدتر متوجه شد که به اندازه کافی تو فوتبال خوب نیست و در 18 سالگی به دانشگاه رفت و شبها به عنوان دلیوری پیتزا کار میکرد و باشگاه بدنسازی میرفت. اما از درآمد خودش ناراضی بود و به همراه دوستش سعی کردن مکمل‌های ورزشی تو اینترنت بفروشن، اما کارشون خوب پیش نرفت و بعدتر با مقداری پول دستگاه پرینت و چرخیاتی خریدن و در گاراژ خانواده‌شون شروع به تولید لباس‌های ورزشی کردن و محصولاتشون رو به یوتیوبرهای بدنساز به عنوان هدیه فرستادن. در یک سال سایت جیم شارک شروع به کسب درآمد 6 رقمی کرد و سریعاً در نمایشگاه‌های ورزشی شروع به تبلیغات خودشون کردن و به این صورت از فروش روزانه $450 به $45,000 رسیدن. در سال 2016 عنوان سریع‌ترین رشد شرکت در انگلیس رو کسب کردند و در سال 2020 به یک برند 1.4 میلیارد دلاری تبدیل شد. بیل دلیل موفقیت خودش رو در کنار تلاشش رویا پرداز بودن خودش میدونه. راستی مهمترین رویای شما چیه؟